خب سلام بچه‌ها، خوبین؟ امیدوارم همیشه سالم و سرفراز باشین. امروز با یه شورت ویدیو اومدیم. می‌خواستم اینو برام کولر درست کنم، آدم اینو با پمپ آب استفاده کنم واسش، ولی خب متأسفانه نشد. داخل آب قطع و وصل میشد، نمی‌شد سالم کار کنم. خراب. به وسیله یا آدمی که خراب باشه از زندگیم حذفش کنم. الان بیام تکش کنیم ببینیم توش چیه. خوشون اصلا باشه رفتار نکنم، درست بزنم. اون روش خشم بیا بریم این قسمتش یه آرمیچره که داخلش آب رفته و دیگه بنده خدا عمرشو داده به شما. آرمیچرش 12 ولت، صدا خوبی هم نمیده، یعنی خراب شده. میچرخون میشه تا خیلی میاد. یا آرمیچر 12 ولت، این هم داخل پمپشه. حالا پمپش هم تکی کنیم ببینیم توش چیه. ماشاءالله عجب لیچی کرده. این سرویس شکست. خب این از چی تشکیل شده؟ این توجهش که هیچی. دست عقب زخم بود. چیز خاصی دیگه تا آخرش فهمیدم. اینجا ورودی آب میکشه داخل خودش و اینجا دیگه شافت آرمیچر بهش وصل میشه، پرو میچرخونه، از این طرف خروجیش خیلی به ضرب میزنه بیرون. ولی الان اینجا مشکل آرمیچر بود، آرمیچر خراب شده بود و دیگه قابل استفاده نیست. سرخ ناجوری هم میده میچرخونش. صبح باید پمپ نوعی بخریم. مرسی که لایک کردین، حمایت بکنید، حتما هم کامنت بذارین، لایک بذارین، لایک بکنید، جواب کامنتاتون میدم و دیگه فعلا